احرام. و برای داخل شدن به مناسک باید حاجی و یا معتمر احرام ببندد و احرام در لغت به معنی منع است و فقها آن را چنین تعریف کردند: نیت دخول در نسک است که متصل به عملی از اعمال حج می باشد و برای محرم غسل کردن مستحب است و تراشیدن موی زیر بغل و زیر ناف و کوتاه کردن سبیلها و ناخنهایش نیز مستحب است. مرد باید لباس دوخته شده را قبل از احرام از تن بیرون آورد و 2 پارچه سفید، یکی را ازار و دیگری را ردا بسازد و 2 دمپایی به پا کند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند: و یکی از شما با ازار و ردا و دمپایی احرام کند، اگر دمپایی نیافت موزه هایش را تا قوزک ببرد و سپس به پا کند. و اما زن با هر لباسی و به هر رنگی که باشد می تواند احرام کند، ولی از پوشیدن لباس پر زرق و برق و شبیه به مردان اجتناب کند و همچنین در حالت احرام نقاب نپوشد و دستکش ها را نیز بر دستانش نپوشد، مگر اینکه مردان بیگانه در آنجا باشند. رویش را با آویختن پارچه‌ای از سرش می پوشاند. و برای حاج مستحب است تا قبل از آغاز به احرام خوشبویی استعمال کند، به دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها که فرمود: من به رسول الله صلی الله علیه و سلم برای محرم شدنشان خوشبویی می زدم در هنگامی که محرم می شدن و به لباسهای احرامی خوشبویی نزنند، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند: لباسهایی را که به آنها زعفران و زردچوبه زده‌اند نپوشید. و احرام دارای ممنوعاتی است که از جمله تراشیدن مو و یا کوتاه کردن و یا کندنش جایز نیست، به دلیل فرموده الله تعالی که فرمود: و سرهایتان را نتراشید تا زمانی که هدی شما به مکانش نرسیده است. بنابر قیاس به موی سر این نهی شامل موی همه بدن می شود، همانطوری که محرم باید از گرفتن ناخنهایش امتناع ورزد. همچنین باید از پوشانیدن سر با چیزی چسبیده به آن نیز امتناع کند، به دلیل حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که لباس محرم را چنین توصیف فرمودند: پیراهن و دستار و ازارها و لباسی که کلاهش متصل به آن باشد را نپوشید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد محرمی که وفات کرد فرمودند: و سرش را نپوشانید، زیرا که در روز قیامت لبیک گویان برمیخیزد. اگر به سرش چسبیده نبود مانند استعمال سایبان و یا خیمه و یا سقف اتاق، سقف ماشین سواری، گناهی بر محرم ندارد. و همچنین پوشیدن دوخته شده برای مرد حرام است، مانند لباس و ازار یا شلوار، پیراهن، جورابها. اگر کسی که اراده احرام را نمود پارچه‌ای که آن را ازار بسازد نداشت، می تواند شلوارش را بپوشد تا زمانی که پارچه‌ای برای ازار کردن بیابد. اگر دمپایی نیافت همان موزه هایش را بپوشد، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند: و اگر دمپایی نیافت موزه هایش را تا کعب ببرد و سپس آن را بپا کند. پس از داخل شدن به احرام برای محرم خوشبویی زدن به بدن و لباس احرامش ممنوع است، به دلیل حدیث روایت شده قبلی از ابن عمر که در آن آمده است: لباسهایی را که به آنها زعفران و زردچوبه زده‌اند نپوشید. همچنین کشتن شکار صحرایی و یا صید کردنش برای محرم حرام است، به دلیل فرموده الله تعالی که فرمودند: ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال احرام شکار را نکشید و هر کس از شما به عمد آن را بکشد باید کفاره‌ای همانند آن از 4 پایان بدهد، به شرطی که 2 نفر عادل از شما برابر بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برساند، یا به جای قربانی اطعام مساکین کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد. الله از آنچه گذشته درگذشت و هر کس که به این گناه بازگردد الله از او انتقام میگیرد و الله نیرومند است و انتقام گیرنده. و فرموده الله تعالی:
و بر شما صید صحرایی تا زمانی که محرم باشید حرام است. مائده 96. و مراد از صید صحرایی آن است که از حیوانات و پرندگان وحشی مباح باشد، اما حیوانی که اهلی باشد صید نیست. پس برای محرم ذبح مرغ مجاز است و حیوانات دیگر نیز مجاز است. و اما صید دریا و بحر جواز دارد، به دلیل فرموده الله تعالی: صید بحر و دریا برای شما حلال است و همچنین است طعامش. مائده 96. و اما حیوانی که خوردنش حرام است مانند مار و عقرب، برای محرم شدن کشتنش جواز دارد و همچنین هر حیوانی که بر وی حمله کند و جز کشتن آن وسیله دیگری برای دفع ضررش نباشد، کشتن این حیوان برای محرم مجاز است. محرم باید از بستن عقد نکاح امتناع ورزد، به دلیل حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند: محرم نکاح نمی کند و نکاح دیگری نیز نمی بندد و نیز خواستگاری نمی کند و همبستری و آمیزش برای محرم حرام است، به دلیل فرموده الله تعالی: حج در ماه‌های معلوم و معینی است. پس کسی که در این ماه‌ها حج را بر خود فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روا نیست و همچنین آمیزش به غیر از شرمگاه مانند بوسیدن و لمس کردن نیز برایش حرام است، زیرا که وسیله‌ای برای آمیزش بزرگتر است. و در مسئله احرام علما ملاحظاتی دارند که مهمترین آنها این است: آنچه که 2 رکعت سنت احرام نامیده شده اساسی ندارد، همانطوری که دعای معینی هنگام احرام بستن نیز وجود ندارد. و علما به این موضوع اشاره کردند که اگر سفر با هواپیما بود و بیم آن میرفت تا لباس احرامش را در برابر میقات پوشانیده نتواند، پس لباس احرام را از خانه و یا فرودگاه به تن کرد، محرم نیست تا زمانی که قبل از رسیدن در برابر میقات نیت احرام نکند. و از دیگر ملاحظات علما این است که گفتند بعضی حاجیان شانه راست خود را هنگام احرام بستن برهنه می کنند. این همان چیزی است که استبا نامیده می شود. این کار درست نیست، زیرا که استبا باید در هنگام طواف قدوم رعایت شود و در غیر آن باید شانه راست نیز پوشانیده شود. و اگر هنگام مسح سر در وضو کردن و یا غسل کردن چند موی محرم بریزد و یا همینطور چند موی از ریش یا سیبیل‌هایش ریخت و یا از ناخنش چیزی جدا شد، تا زمانی که قصدی نباشد هیچ ضرری ندارد. و برای محرم بستن بند بر پایش اگر به آن نیازی داشت و یا منفعتی در آن نهفته بود جواز دارد. و از دیگر اموری که علما به آن اشاره کرده‌اند یکی هم این است: کسی که بیمار بود و یا از آن بیم داشت که مانعی برای انجام نسکش پیش آید، برایش مستحب است در هنگام نیت احرام نمودن بگوید: لبیک اللهم برای عمره و یا غیر از آن. اگر مانعی برایم رخ داد در همان جا که مانع واقع شد، خود را از احرام حلال می سازم. یعنی اگر با چنین مانعی برخورد کردم در همان موضع از احرام خود بیرون می آیم و مناسک را تکمیل نمی کنم. از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم بر زباعه بنت زبیر وارد شدند و برایش فرمودند: شاید که اراده حج کرده ای؟ پاسخ داد: قسم به الله که خود را چیزی جز بیمار نمیابم. برایش فرمودند: حج بکن و شرط بگذار و این چنین بگو: ای بار الها، اگر مانعی پیش آمد همانجا خود را حلال می سازم. اگر چنین گفت و برایش مانعی پیش آمد، مجاز است که بدون هیچ چیزی از احرام خارج شده به حالت تحلل درآید.